سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من نازنینم و توی این ویدیو میخوایم راجع به پیشبینی فوتبال حرف بزنیم. این سایتی که بهتون معرفی میکنم سایت jetbet90.com که البته همینجا جا داره که بهتون بگم که یک عالمه کپی از این سایت هست و اگر که میخواید دقیقاً به همین سایتی که دارم معرفی میکنم دسترسی داشته باشید، بعد خودتون توی URL اینجا دستی تایپ کنید jetbet90.com. این سایت یه سایت خیلی خوبیه برای پیشبینی فوتبال. حالا من بهتون نشون میدم توی این قسمت. اینجا هم پیشبینی ورزشی داره هم پیشبینی زنده داره. اول قسمت پیشبینی ورزشیش رو ببینید. اینجا تمام ورزش ها رو میتونید ببینید و اینجا به ترتیب روز. و حالا ما بیشتر با پیشبینی فوتبال کار داریم توی این ویدیو. این قسمت که وارد میشید خودش روی فوتبال هست و توی این قسمت میتونید تمام کشورها و تمام لیگ ها رو ببینید. از لیگ انگلند و فرانسه و آلمان داره تا حتی لیگ ایران رو هم داره و نگاه تمام کشورها و تمام لیگ ها هستن تا اینجا نیکاراگوئه. به نظر من که یک سایت خیلی مطمئن و خوبه برای پیشبینی فوتبال. اینجا هم میتونید سرچ کنید اون لیگی که میخواید یا اون کشور رو و خیلی راحته، خیلی کار کردن با سایت راحته، خیلی ضریب های خوبی داره و دیگه آدم چی میخواد از یک سایت برای پیش بینی فوتبال. بیاید به این سایت سر بزنید و به نظرم که میتونید پیش بینی های فوتبالتون رو اینجا انجام بدید. توی پیش بینی زنده هم اینجا میتونید لیگ های دیگر رو ببینید و بازی هایی که در حال برگزاری هستن رو و حال بازی هایی که بعداً برگزار میشن و اون شرط هایی که داره روی بازی ها انجام میشه رو اینجا میتونید نگاه کنید. این مثلا نگاه کنید اینجا برای تنیس پیش بینی. بیاید بهتون یاد میدم توی ویدیوهای بعدیم که چطور میتونید اینو اصلا چه معنی میدن، چطور میتونید پیش بینی فوتبال داشته باشید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و ویدیوهای بعدیمو توی کانال تلگرام هم حتما ببینید. فعلا